تعداد بیشتری از معتادانی که مواد مخدر تزریق می‌کنند بگیرند تا احتمال ابتلای آنها به بیماری ایدز و دیگر بیماری‌های عفونی بررسی شود. این نهاد در تازه‌ترین راهنمایی که برای فعالان در این حوزه منتشر کرده اعلام کرده است که هنوز در بسیاری از مناطق اروپا افراد کمی مورد آزمایش قرار می‌گیرند و در صورت آزمایش معتادان از گسترش بیماری ایدز می‌توان جلوگیری کرد. و کانتاس علیه رولز رویس شکایت کرد. کارشناسان امنیت پرواز در استرالیا میگویند در جریان انجام بازرسی فنی روی هواپیمای ایرباس 180 کار گذاشته می شود، متوجه شدند که برخی از آنها در مرحله ساخت در کار آزمایش نواقص فنی اساسی داشتند. از شرکت هواپیمایی کانتاس رویس شکایت حقوقی کرده است.